قرآن با رمضان خداوند مطرح کرده با هم از هم جدا نمیشن. اگر مسلمانی در رمضان کم قرآن بخونه اون قدر رمضانشو ندونسته. شهر رمضان الذي انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدی والفرقان. این قرآن بوده که روزه آورده برای تو. اگر روزه یک کماله، نماز یک کماله، علم یک کماله، زکات یک کماله، حج یک کماله، عمره یک کماله، اخلاق یک کماله، قرآن مجموعه کمالاته. اگر تو نماز خوندی یکی از کمالات قرآن رو چطور گرفتید؟ اگر تو زکات دادی یکی از کمالات قرآن رو گرفتید. اگر تو حج رفتی یکی از کمالات قرآن رو گرفتید. ولی اگر تو قرآن رو بهش پرداختید کل کمالاتی که وجود داشته و در پیامبر صلی الله علیه وسلم تحقق پیدا کرده به خودت اختصاص دادی. من نمیگم یاران پیامبر بودن، اما مثل پیامبر بودن. فرق پیامبر بودن تا مثل پیامبر بودن. اگر بگم پیامبر بودن خب کفر دارم میگم. پیامبر ما آخرین پیامبر بوده، خاتم الانبیا بوده، ولی شاگردانش مثل خودش بودن. خداوند آنچنان شاگردانی بهش داد که دست از پا خطا نکردن. ماه رمضان در یک تعبیر ما می توانیم بگوییم ماه فرصت ها. ما یک فرصت داریم و موانع داریم. فرصت ها و موانع. در ماه مبارک رمضان فرصت ها افزایش پیدا میکنه، موانع یا برداشته میشه یا موانع کم میشه یا موانع کوتاه میشه که انسان میتونه خودشو عبور بده. پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند در ماه رمضان بهشت خدا مزین میشه به زینت هایی که در طول سال به خودش نداده بود. روز به روز جذابتر میشه. روز به روز خدا میگه هر چی زینت داری به خودت بگیر. نزدیکی که بندگان روزدار من این کوله بار گناه از کولشون بندازن و به سوی تو بشتابن. هر چی زینت داری بگیر. باب ریان تو باز کن. دری در بهشت هست بهش میگویند در ریان، فقط در رمضان باز میشود. میگه در ریان تو باز کن. و در وصف پیامبر آمده صلی الله علیه وسلم که پیامبر با سخاوت ترین مردم بود، اما در رمضان سخاوتش افزایش پیدا میکرد و در دهه آخر رمضان دیگه بی نهایت سخاوت میشد که نمیگذاشت کسی در 10 شب آخر در مدینه به خواب بره. نه خودش میخوابید، نمیگذاشت در خونه ها رو میکوبید. این 10 شب شب خواب نیست. این 10 شب باید دنبال گنج بچرخیم. همینطوری که روزه رو خداوند در طول روز امتداد داده و در طول روز به تو ثواب میده و در طول شبم دوباره با قیام تراویح و قیام تهجد دوباره تلاوت قرآن صورت میگیره و در یک ماه امتداد داده. امتداد ماه روزه رو خداوند میکشونه چه؟ حتی سنت ها رو دوباره کش داده. سنت ها رو کشیده برده معادل فرض کرده. سبحان الله. و فرض رو کشیده اینطوری دوباره افزایش داده به فرض و هر فرض رو 70 برابر قرار داده. و همین جور ماه رمضان رو در دهه آخر خداوند افزایش میده. همونطوری که پیغمبر با سخاوت ترین میشه در دهه آخر، رمضان هم در دهه آخر با سخاوت ترین دوست میشه. به جایی میرسه که در یک شب خدا بهش اجازه داده معادل 83 سال به تو ثواب بده. از این دیگه بالاتر
لیلة القدر خیر من 1000 شهر، از 1000 ماه بهتره. البته این اون شب پاداش نیست، شب قدر شب پاداش نیست. شب پاداش شب عیده، آخرین شب ماه مبارک رمضانه، اون جای خودشه. نمیشه صحبت کرد درباره رمضان، درباره فضل خدا نمیشه صحبت کرد، کم میاره. هر کسی ادعا بکنه بازم کم میاره. میگم وقتی یکی از کمالات قرآن روزه و رمضان باشه با این همه خیر و برکتش، پس کل کمالاتی که در قرآن هست چیه؟ این ماه فرصت هاست. اگه کسی با کسی قهر آشتی بکنه، اگر کسی بخیل سخاوتمند بشه، اگه کسی گناهکار توبه بکنه، اگه کسی گمراه دنبال هدایت بره، روزه یک عبادت جهانیه. و رمضان خداوند تا در خلت هم کشونده، امتداد داده در کل دنیا. قدر این نعمت ها را بدونید. ما الان بهترین شبها در اختیار منه، ولی افسوس که شغل مسلمان ها طوری شده که تو ماه مبارک رمضان بیشتر مشغول میشن. یعنی تو 11 ماه تو کار نکرده که یک ماه اگر کار گیرت نیاد یا مرخصی بگیری یا در مغازت قفل کنی، در ساعتهای از روز یا شب به روزت بپردازی، نه به پارچت، نه به قرآن بپردازی. گرسنه میشی. 10 روز دیگه سید میگو باز میشه تا 40 روز. کی سید میگو باز میشه؟ 10 روز دیگه طبیعیه سید میگو باز میشه. و میگو طلای دریاست. تو موتورلنج هر طوری که بخواد نماز تراویح بخونه، لباسش پوست ماهیه، به بدنش چسبیده، لباسش کونه، میدونم کثیفه، بو داره میره. اگه نرم کنه میتونه. از امسال به فکر باشید که برای سال آینده مرخصیتون رو تنظیم بکنید که یک ماه مبارک رمضان بپردازید به خودت و خانوادت و تقوات و آخرتت و خداوند، و از این یک ماه توشه بگیر برای 11 ماه دیگه. واقعا فرصته. خداوند به همه شما مزید توفیق عنایت بفرمایند. برنامه قیام شبم به خاطر که فشار نیاد به دوستان، از سال گذشته دیگه هر شب یک جز خونده میشه از ساعت 2 تا 3:30. اگر کسی علاقمند هست سر ساعت 2 شروع میشه تا 3:30 انشاءالله همینجا خونده میشه. قبلا 10 شب آخر میخوندیم، هر شب 3 جز، فشار میامد. ولی از سال گذشته هر شب 1 جز و 1 ساعت و نیم تقریبا طول میکشه. کسانی که علاقمندن میتونن انشاءالله شرکت بکنن. برنامه افطاری که قرار بود انشاءالله دیشب در نماز مغرب من اینجا اعلام کردم، امسال قرار شده که یک کمی سر و سامان بدیم به سفره افطاری و قرار شده که یک آشپز بگیریم و یک جا آشپزی بکنن انشاءالله و از اونجا بیارن سر سفره تو مسجد و به طور منظم انشاءالله. قرار شد که دوستانی که علاقمندن اون مبلغی که رو میخوان پرداخت بکنن که انشاءالله یک جا خریداری بشه طبق یک برنامه غذایی هفتگی انشاءالله، چه
تنظیم بشه و انشالله خیلی محترمانه یک افطاری کامل، خصوصا برای عزیزانی که بالاخره خوشحال میشن اگر ما سفره محترمانه‌ای براشون بندازیم و اینام بندگان خدان و خداوند گفته توسط همینایی که میان سر سفره افطاری به ظاهر لباسشون بالاخره پاره پاره است و وصله پوشن و نهایتا فقیرن، مسافر راهن، مهاجرن، خداوند گفته اگر افطاری به اینها بدید، روزشون رو باز بکنید، خوشحالشون بکنید، من ثواب تو رو چند برابر میکنم و توسط همین سفره تو رو میآمرزم. و چیز حدود 400,000 تومان از نماز مغرب که من اعلام کردم دیشب تحویل دادن و یک مقداری هم مواد غذایی تهیه شده. انشالله از فردا دیگه انشالله بالاخره این سفره ساپورت میشه با اون برنامه منظم. خداوند به همه شما جزای خیر بده. بالاخره سر ساعت 10 و به همین قدر بسنده میکنیم و از این به بعد دیگه انشالله سعی میکنیم که صحبت ها رو خیلی مختصر و بعد از صحبت حلقه قرآن هست. اگه دوستانی وقت دارن و معذور نیستن میتونن تو حلقه بنشینن. البته برنامه ما تو حلقه قرآن قرار نشده که اونجا ختم قرآن بخونیم. چند تا سوره هست که انشالله تو نظر من هست انتخاب میکنیم و دوستانی که علاقه دارن میتونن تجویدشون رو اینجا تصحیح بکنن. یعنی ما بیشتر هدفمون تجوید هست، یعنی تصحیح قرائت هست. اگر 5 روز با تجوید بخونه و زبانش عادت بکنه دیگه کل قرآن رو میتونه بر همون روال بکنه. پس ما انشالله بعد از سخنرانی که به مدت ربع ساعت یا 20 دقیقه نهایتش نیم ساعت بیشتر طول نمیکشه، هر شب اینجا حلقه قرآن هست و سوره حمد اول انشالله شروع میکنیم، بعد سوره حمد، سوره بقره، سوره کهف، سوره یاسین، سوره تبارک، ملک و شاید 2 جزء آخر تو برنامه هم هست. به هر جایی که رسیدیم علی کل حال سعی میکنیم که برنامه تجویدی رو انشالله در این 1 ماه پیاده بکنیم. اگر که نیاز بود بعد از رمضان هم ادامه خواهیم داد. از حوصله شما تشکر میکنیم. خداوند به همه شما جزای خیر عنایت بفرماید و همچنین به برادرمون عبدالستار که بالاخره خدا توفیقی بهش داده، صدای خوب، قرائت خوب، لحن خوب و ما رو به فیض رسوندن و خداوند بالاخره امثال اینها رو تو صفوف جوانای ما زیاد بکنن و از این عزیزان دانشجومون که بالاخره هر سال مهمان ما هستن و با حضورشون بالاخره سبب صفای خاصی میشن، سبب امید خاصی میشن، سبب دلگرمی و رونق و آبادی این محله میشن و این مسجد میشن. هم برادرها و هم خواهرها این نهایت سپاسگزاریم. خداوند بهشون جزای خیر بده و انشالله در درساشون موفق باشن و نمیریم و درخشندگی جهان اسلام با پیشرفت علمی و اخلاقی و تعهدی جوانای مسلمان خواهر و برادرمون انشالله شاهد باشیم و در همه امورات زندگی خاتمه به خیر باشید. برای سلامتی خودتون اجماعاً یک صلوات محمدی قرار ختم بفرمایید. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.